حکم اعتراض کردن به احکام شرعی که الله تعیین کرده است. سوال: مرد میگوید که بعضی احکام شریعت نیاز به بازبینی و تغییر دارد، چون با این زمانی پیشرفته موافقت نمی کند، مانند آنکه پسر 2 حصه از دختر میراث میگیرد. حکم شریعت درباره چنین سخن چگونه است؟ جواب: الحمدلله. احکامی که الله سبحانه و تعالی برای بندگانش مقرر کرده است و در کتاب او قرآن یا توسط رسول او صلی الله علیه و سلم بیان گردیده اند، مثل احکام میراث، 5 وقت نماز، زکات، روزه و دیگر چیزهایی که الله برای مردم روشن کرده است و امت بر آن اتفاق نظر دارند. کسی حق ندارد که به آنها، یعنی به این احکام، اعتراض بیان کند یا اعتراض کند یا آنها را تغییر بدهد، زیرا اینها قانونهای استوار الهی هستند برای تمام امت در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم و بعد از او تا روز قیامت. از جمله این احکام برتر دانستن پسر بر دختر در مسائل میراث است که در قرآن کریم واضح و روشن آمده است و علمای اسلام بر آن اتفاق نظر دارند. واقعا بر هر مسلمان واجب است که به این احکام با اعتقاد و ایمان عمل بپردازد. هر کی ادعا کند که بهتران است که برعکس این عمل شود، کافر میگردد. همچنین کسی که اجازت خلاف کردن آن را میدهد نیز کافر میگردد یا کافر شمرده میشود، چون که این شخص به الله، به رسول او و اتفاق امت اعتراض بیان کرده است. پس بر حاکم مسلمان لازم است که این شخص این عمل را انجام داده است او را به توبه فراخواند. اگر توبه کرد نجات می‌یابد و اگر نه باید به حکم مرتد برگشته از دین به قتل رسانده شود، زیرا پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من بدل دینه فاقتلوه. هر کی دینش را تغییر دهد او را بکشید. روایت بخاری حدیث 3017 و 6922. ما از الله می‌خواهیم که همه این مسلمانان را از فتنه‌های گمراهی و مخالفت شریعت خاک در امان نگاه بدارد. شیخ ابن باز، مجموع الفتاوی و مقاله‌های گوناگون، مجلد 2 صفحه 415.